سلام بچه‌ها، تو این ویدیو میخوام آموزش درست کردن ویلا مثل این ویلا رو براتون یاد بدم. برای درست کردن ویلا، این ویلا خیلی بزرگه، پس درست کردنش هم سخته. برای درست کردن ویلا اول باید شیشه ها رو به ترتیب بچینیم. 1 2 3 4 2. اینم از اینطوری باید درست کنید. دور و برش رو با چوب اسپروس بپوشونید و دو تا در براش بذاریم. دوباره مثل این ور شیشه ها رو به ترتیب میچینیم. خب روبروی ویلامون درست شد. حالا میریم دور و برش رو درست بکنیم. البته اینجا رو باید درست میکردیم. 2 تا پله و همینجوری باید بریم بالا که یه چیز مثل این درست بشه، یا حالا هر چیزی که بلدید یا فکر میکنید که بهتر درست میشه هم بذارید. این ویلا داخلش خالیه، پس هر جور که خواستید داخلش رو درست بکنید. ما فقط بیرونش رو براتون درست میکنیم و باید 6 تا بلاک از اینجا بذاریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا رستی. پس دور و برش رو دوباره بلاک میچینیم که اینطوری درست بشه. پشت سرش رو ما درست نمی کنیم، پس هر جوری که سلیقه داشتید پشت سرش رو هم درست بکنید. خب بعد اینکه بالاشو پوشوندید رو هر جور که سلیقه داشتید درست بکنید. این هم از طبقه اولش. طبقه دومش رو باید اینجوری درست بکنید. 1 2 3 4 5 5 و اینطوری باید دور و برش رو بپوشونید. بعد اینکه سقف رو گذاشتید مثل من، باید اینجاها رو شیشه بذاریم. میتونید پشت سرش رو شیشه نذارید دیگه، چون که شیشه زیاد شده و من به خاطر اینکه شیشه زیاد شده اینجا رو میپوشونم.
طبقه بالا رو میتونید به سلیقه خودتون درست بکنید. من اینجوری درست کردم. اینجا رو هم باید اینطوری درست بکنید، همینجوری. خب اینم بود از ویلای ما. اگه این ویدیو به 10 تا لایک و 2 تا ساب و 10 تا کامنت برسه، پارت دوم درست کردن ویلا رو براتون میذارم. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.